سود انشالله. الحمدلله خوب هستیم برادر. تو خلاص یک بادر یک سوال کردن. یکی وقتی که اونها در مسکو تاکسی میرونن، اونها یک جریمه کردن که باید همون جریمه همون سود روا اون را با سود فایرود بکن. اگر فایرود کنه بروان اشترافشون میکنن، اگر نروان خلاص همون را رشاد میکنن. خلاص همون رونندگی میرونن. خلاص همین یک جوان سود. جزاک الله خیرا. بارک الله فیک. من به این سوال عین حال جواب گفتن نمیتونم برادر عزیزم. مثلا این همچنین مثلا وزنین است. مثلا ما نمیگیم که بله دعوت کردم برود، و این گفتن نمیتونه. و همچنین مثلا اینجا با مشکلی های دارد. برای من والله عالم به اختیار خودش نرود. ما میگیم به اختیار خودش نرود. به یک دعوت به مراجعت محکمه طاغوتی رفتن درست نیست. به یک دعوت عادی هم. بارک الله فیک. بله. حالت از حالت فرق دارد والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب است؟ سلامتیاتون خوب؟ الحمدلله. بارک الله فیک. خوب است. استاد یک سوال داشتم. همین کلمه سنت تنها نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم کار فرمایده می شود یا اینکه نسبت دیگر آدم یا مثال نسبت شیطان؟ بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. ببینید کمی در این مسئله منهجی و علمی اگر پیش رویم، هر یک کلمه که در زبان عربی است لغتا در زبان عربی معنا دارد و همین کلمه اگر در شریعت استفاده شود معنای شرعی دارد. بعض کلمه ها لغوی و شرعیش موافق می آید و اکثر و بسیاری کلمه ها اصلش لغت و به شریعت 100% موافق نمی آید، لیکن جزءا موافق می آید. از نظر معنا نزدیک است، موافق می آید. اما خیلی گفتیم بعض کلمه ها موافق می آید، لغوی و بعض از اراده شرعی. اما کلمه سنت در لغت به معنای یک طریقه، یک منهج، یک عادت انا همچنین آمده است، در لغت است. اما در شریعت وقتی که ما سنت میگوییم معروف است که سنت رسول الله میگیم. این معروف است که اقوال النبی صلی الله علیه و سلم و افعاله و تقریراته. این از نظر محدثین و از نظر فقها اقوال النبی صلی الله علیه و سلم و افعاله و تقریراته و حسنه الخلقية والخلقية و افعاله الخلقية والخلقية و غیره. انا همچنین بیان کردن که سنت وقتی که ما مقصدمون سنت رسول الله رو بیان کردن است، سنت این اقوال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و افعالش و فعلهایش و اقرارهایش می باشد. هر سخنی که رسول الله گفتن این سنت است و هر فعلی که گفتن کردن سنت است و هر چیزی رو که اقرار کردن این سنت است. سه حکم دارد از سه جانب: از جانب سخن، از جانب عمل رسول الله و از جانب اقراری که رسول الله کردن. سنت به وجود میاد. اما همین سنت را اینچنین نسبت به الله دادن ممکن است که یکی از سنت الله التي قد خلت من قبل. سنت از نظر شریعت با اگر نظر بکنید، از نظر لغت یا در تفسیر قرآن وقتی که میکنید با الله هم، یعنی این یک همچون یک کار الله که الله انا همچنین همیشه همچنین عمل را میکرد. سنت الله یعنی عادت الله. بعضی ها گفتند یعنی یک کاری را که الله همیشه انجام میدهد. مثلا سنت الله بر بالای ظالمان چی است؟ عاقبت ظالمان همیشه شکست خوردن و نابود شدن است. یعنی همیشه ظالمان از اول این دنیا تا آخر این دنیا سنت الله بر بالای ظالمان همین است که عادت الله بر بالای یعنی ظالمان همین است که ظالمان را الله شکست میدهد و نابودشان میکند و غیره. عادت هایی که و در بالای انسان ها همچین عادت ها همیشه است، یعنی عاقبت بدی و غیره و غیره که هیچ تغییر نمییابد. همیشه الله هم خلق کرد. این چنین معنی را میتید. برای همین ما معنای سنت را
همیشه به قرینش میفهمیم که سنت به کدام معنی است. سنت رسول الله ما اینو میفهمیم. سنتی که در این آیات ها و اینچین به الله نسبت داده شده اضافه میبیاد در اینجا میبینیم که به این معنی میبینیم. و از معنای دیگر هم میشد که پیامبر صلی الله علیه و آله من سن فی الاسلام سنتا حسنه و در دانش که من سن فی الاسلام سنتا سیئه لو وزر من عمل بلا یوم القیامه. برای من از همه جانب فهمیدنش ممکن است. اینجا لغوی دیگر است، شرعی دیگر است و از نظر شریعت هم سنت رسول الله وقتی که بله قرآن و سنت میگه فهمیده میشه که سنت رسول الله در نظر بره. بارک الله فیکم. بله. یعنی استاد مقصد پرسیدنی ما همین بود که با ابو عبدالرحمن استاد حفظک الله همون کتاب عذر بالجهل در زیر ذره‌بین شرعی خونده، در همونجا نوشته بود که سنت شیطان همین است که انسان ها رو به شرک دعوت میکند، یعنی وسواس میکند. چه گفتیم؟ لغتاً سنت طریقت یک راه، یک روش، یک منهج است، به همه گذاشته میشه. چه که پیامبر الله حدیثه گفتم که من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل به الی یوم القیامه. هر کسی که در اسلام یک سنت از سنت های حسنه بکنه، یعنی معناش این چیست؟ البته که این معنای گوناگون در اینجا ما اینجا میتوانیم، علما گفتن که یکی از سنت های فراموش شده رو زنده بکنه رو هم گفتن. یک چیزی که در اصل در شریعت است اینه زنده کرد، فراموش شده رو و غیره. یعنی به معنای لغوی به معنای طریق راه هم میاد. بله از اینجا سنت شیطان چی است؟ عادت شیطان، راه شیطان، منهج شیطان که همیشه به همون راه و منهجش میاد این است. این درست است در اینجا بکنید. بله جزاک الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز الله استمکت بخشش ده. امروز بیشتر در کانال خوارو صحبت کردیم. الله استو سوال ما همون مسئله یعنی اصل دین چی است؟ یک بار دیگه سوال کنم ان شاء الله باز میفهموندید. ما اینچنین میفهمیم که هر کسی که اصل دین شکست او مشرک می شود و همون انسان رو هر کسی تکفیر نکرد حالش بنگشته می شود که او جاهل است یا عالم است. اگر جاهل باشد اقامه حجه میکنیم، اگر عالم باشد اقامه حجه نکرده دوی انسان کسی که اصل دینش میشکند او را تکفیر نمیکند، عذریش رو یعنی تکفیر میکنیم. همچنین است شیخ؟ بارک الله فیک. بارک الله فیک. بله ببینید هر کسی که در اصل دین به شکننده از شکننده های اسلام داخل شد و اصل دینش شکست، خواه به واسطه کفر خواه به واسطه شرک، این آدم مشرک یا کافر شد و این آدم از ملت اسلام بیرون شد، از اهل قبله بیرون شد، از مسلمان حکمی بیرون شد. این مسلمان گفته نمیشه و این کافر شد. کسی که به شکننده اسلام واقع شد، بماند اینکه ذبح لغیر الله کرد، طواف در غیر کعبه کرد، در قبور کرد، سجده به غیر الله کرد، حکم غیر الله کرد، مناصره دعوای علم غیب غیر که نواقض الاسلام معلوم است و نماز میخونه، شهادتین رو میگه ولیکن به نواقض از نواقض گرفتار شد، مشرک است، کافر است و بریده واقع شد. و هر کسی که میاد همین رو مسلمان میگوید، انا همین رو مسلمان میگه، این خودش شرک نکرد، آدم دوم خودش شرک نکرد، این عاذری است، این شرک نکرد، این یک آدم یکتاپرست است، یک موحد است، لیکن می آید و یک مشرک را مسلمان میگوید، تکفیر نمیکند یا در تکفیر کردن او شک میکند، شبهه میکند و شک میکند، توقف در تکفیر و او را بالاخره مسلمان میگد به واسطه شک و غیره یا مذهبش سه میگد. همین عاذری دو حالت دارد. اگر عالم باشد، یعنی نه فقط عالم نه، ما اینجا میگیم اگر فهمت یعنی اهل علم باشد، عالم به این معنا که خوانده باشد و دیپلم داشته باشد نه، اینجا اعتبار هر یک انسان به خودش، یعنی اگر چی فهم داشته باشد، همین مسئله را فهمیده باشد، دانسته باشد، یعنی همون حادثه که همون مشرک کرده می استد از حالت و حقیقت او باخبر باشد، شرک بودن او را داند و از این چیزها باخبر باشد و تکفیر نکند، کافر میشد. اما اگر نفهمد، حالت یک آدم به او یعنی متشابه، نامعلوم، در گرد اطراف شبهه باشد، خودش هم نه از این چیزها باخبر شده باشد و جاهل باشد، این عاذری که اکبر کافر نمیشد، اول فهمونده بعد تکفیر کرده میشد. اینجا دو آدم است، بسیاری ها نمیفهمند.
بعضی از جوهلا بنده رو تکفیر کرده است، میگد که رافیزه رو به رافیزه جهل رو عذر گفت. من میدارم میبینم که من در اونجا درباره آذری صحبت کرده است. بسیاری ها ما در این مدت دعوت 10 سال است دیده شدیم که بسیاری ها بین این دو طبقه جداگی انداخته نمیتوانند، فرق کرده نمیتوانند. این دو طبقه رو، طبقه اول مشرکین و کفار که به شرک اکبر واقع شدند، به کفر اکبر واقع شدند، نواقض الاسلام رو کردند. به این طبقه اول شرک کرده ها، نواقض را انجام داده ها، جهل عذر نیست، تعویل عذر نیست، تقلید عذر نیست، بجز اکراه که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل و 106 بیان. اما طبقه دوم، اینها کسانی که شرک اکبر را انجام ندادند، کفر اکبر را خودشان مستقیم انجام ندادند، خودشان یکتا پرستند، اما کافر شده را کافر نگفتند، مشرک شده را مشرک نگفتند. گفتند که من نمازم خونده، ذکرم کرده میگرم، این کارو من الله از تکفیر مشرکین نمیپرسد گفته گشت. یا که دیگه از شبهات کتی تکفیر نکرد، توقف از تکفیر کرد، یا مشرک مسلمان گفت راست، یا شک کرد و غیره. این آدم این دویم آدم، این آدم مشرک نه، آدم دومه که مشرک تکفیر نکرد، مشرک کافر نگفت، مشرک نگفت. دوم آدم، این آدم اهل فهم و اهل جهل از هم دیگر به دو قسم تقسیم شد. آدمی که فهم دارد و علم دارد کافر است، آدمی که جاهل است اول حجه رسونده بعد تکفیر کرده میشه. خیلی که مذهب سلف همین بود. بارک الله فیک. بله برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا دقیقه بخش برادر، ما صحبتم تمام کردیم، شما صحبت میکنید. خب نامش ذکر کردن استاد عزیز الله استوکا ضرورت نیست. یک 3-4 دقیقه صحبت کرده است، گوش کردم. میگوید که آذری یعنی آذری انسان او اصل دینش میشکند میگوید، اما کسی که همین آذری تکفیر نکرد، همین آذری تکفیر نکرد و با او برادری کرد، دوستی کرد، کسی که میگه اومده همین آذری را تکفیر میکرد، میگه این میگه خوارج است، یعنی غلو کرده است. الله اکبر، سبحان الله. اینها یا دیوانه هستند یا که به خاطر یعنی برای شما علما یگون دلیل ندارند. بارک الله فیکم. از بغض و کینه و عداوتشون هر چیزی که خودشون میگن به فکرم یعنی نمیگن. تکفیر اصلی، حکم تکفیر چی میگه؟ حکم آذری را میگه که آذری را اصل دین است میگه. یعنی تکفیر. بله صحبت که شیخ. تکفیر آذری رو اصل دین میگه یا نمیگه؟ تکفیر آذری را میگه اصل دین است میگه، اما کسی که همون آذری یعنی آذری مثلا تکفیر نکرد، به همون آدم سوم اومده نشست میگه او را تکفیر کرده، میگه غلو و خوارج است میگه. این منهجی بافته و ساخته این یک دوسه جوهلا هست. من به یکی از این احمق سرزده ها که اسخری همسایش هم گمراه است 1-4 سال پیش صحبت کرده بودم و بالاخره در آخر از سبب اینکه تمام امت تکفیر کرد و این و آن علما همه که تکفیر رو اصل دین نیست میگه، کافر میگه، تکفیرش کرده بوده به سبب اینکه حکم الله و رسول یعنی بازی میکنه. شاید همون مثل همون یا همچنین انسان های به مانند کسانی که بی منهج در نزد یگان علما نخونده، یک طرفین این طرفان، البته شاهد ها هم اونجا بودند، شیخ حنیف حفظه الله از این با خبر بودند و غیره. اینا چی میگن؟ میگن که مشکل اینا از کجا است؟ مشکل اینا از اینجاست که تکفیر میگه اصل دین است میگه، و بعد از این میگه که کسی که تکفیر رو اصل دین نگفت کافر است میگه. والله همون کسی که شما میگه شاید همین باشد. این جوهلا یک تا دو تا هستن. تکفیر اصل دین است میگه، کسی که تکفیر اصل دین نگفت کافر است میگه. بعد از این همون منهجی که خالد المرز الغامدی از نواقض الاسلام بعضی کلماش نگرفته، یک جملهش نگرفته که دوم جمله رو نمیگیره.
خالد بن مرز الغامدی میگم خودش و تمام سلف آذری رو به دو قسم تقسیم کرد و جهل عذر گفت به آذری. چی میگویی؟ میگه که قبول است. گشت سوال میکنی که آیا در اصل دین جهل عذر است یا نیست؟ دیوانگی به شروع میکرد. اگر بگوید که بله در اصل دین جهل عذر است، مذهبی جهمی است. به کدام دلیل در یک قسم اصل دین جهل عذر است و یک قسم دین دیگر به یک قسم اصل دین به جهل عذر نیست؟ به کدام دلیل ما اصل دین به یک قسمش به جهل عذر، یک قسم دیگرش به جهل عذر نیست میگیم؟ به کدام دلیل؟ علما منهج واضح بیان کردن که در اصل دین جهل عذر نیست. حتی در مسائل معلوم من الدین بالضروره جهل عذر نیست در بین مسلمان ها اگر انسان باشه. چگونه تو یک مسئله اصل دین میگویی و بعد از میگویی که جهل در اصل دین عذر است؟ ها یک کسی دیگر میگوید به مانند اشعری ماتریدی قبر پرستی جهل عذر است. تو خیلی که از هوای هوس جهل عذر گفتی، در اصل دین او هم خیلی است. و بعد از این ببینید آذری رو میگه در اصل دین کافر است. یعنی من آذری ها رو میگه که در اصل دین کافرند. هر کسی که آذری باشد اصل دین شکسته است. اما همین اصل دین شکسته را تکفیر کردن رو خوارجی میدونن. والعیاذ بالله. اصل دین شکسته رو چخیل تکفیر کردن رو خوارج میدونن؟ ببینید شیخ، یک انسان اومده با همین اصل دینش شکستگی کردی دوستی کند، همین اصل دینش شکستگی تکفیر نکند، این انسان کسی که تکفیر میکنه میگه این غلو کرده خوارج است. انا نمین است مذهب ساخته اینها. تو اصل دین شکست گفتی، تو باید با اصل دین شکسته روی. ما کسای علمای رو میدونیم که میگویند که تکفیر اصل دین است و همین آذری اصل دین شکست و آذری را برابر مشرک میگذارند. در نزد اینها مشرک و عاذر المشرک دو طبقه نیستند، یک طبقه است. در یک طبقه، در یک مرتبه هستند. مشرک قبر پرست و عاذر المشرک میگه هر دوش مشرک است، هر دوش اصل دینی شکست. مشرک از نظر قبر پرستی اصل شکست، عاذر المشرک هم از نظر اجازه فکری دادن شرک و کفر با توحید، یعنی اجازه فکری دارد. یعنی در اعتقادش او جمع شدن شرک و توحید را جایز دانست. برای همین مشرک را که شرک اکبر میکنند مسلمان گفت. جمع شدن توحید و شرک را که اعتقادا جایز گفت، این مشرک اعتقادی است، اصل دین شکست میگن. برای همین آذری که امروز میگوید میگن به ما رد میزنن، میگن شما آذری که میگید اینو اصلش میگن اصل دین شکسته، در مرتبه مشرک است میگن. اما آذری گفته اونها آدم سوم میگن. آدم سوم میگن. حتی این سخن از عمر الشیخ احمد بن عمر الحازمی است و این چنین شاگردی که یکی از کسانی که خیر احمد بن عمر الحازمی را دفاع میکرد ابو سلمان الصومالی هست که این سخن میگه. اما آدم سوم به اونها وقت میدهند، حجت میرسونند و غیره و غیره. وقت میرسونند، حجت میرسونند. اما کسی که البته تکفیر نکرد وقت میدهند، حجت میرسونند. اما مذهب اهل سنت و جماعت که البته مذهب اون علما هم کسی اهل بدعت نگفت، خطا کردند. بعض اجتهادات خطا یگان مذهب الهیده نگفتند، مذهب خوارجی نگفتند و گفتند کمی خطا و اجتهادی است. اما مذهب در درون مذهب اهل سنت و جماعت قول دوم که موافق قول سلف است، عاذر المشرک، این طبقه دوم کسی که مشرک نگفت، اهل فهم و اهل جهلش به دو طبقه جدا می شود و طبقه سوم کسانی که عاذر المشرک را تکفیر نکردند. کسی که عاذر المشرک را تکفیر نمی کند، آدم سوم میریم. آدم سوم را یک بار تکفیر کردن البته این غلو است. اینا باید فهمید. آدم سوم را یک بار میگوید که تو عاذری چی میگوید که من عاذری را ولی نفهمیدم ندونستم، یک بار تکفیر کردن این غلو است. ما چقدر آدم ها را میدونیم که در مسئله تکفیر عاذر المشرک مشکلی دارد. تکفیر عاذر المشرک نفهمیده ایستاد است یا قبول کردنش به حال شک و غیره دارد. ما تکفیر نمیکنیم، یک بار تکفیر نمیکنیم، بلکه به این آدم حجت رسانیده می شود، هم به زبان و سخن، هم به کتاب ها، هم به مجلس های گذرانیدن، هم به بحث و مناظره ها یک حجت رسانیده می شود
و یک چیزی دیگر اضافه است، کشف شبهات کرده می شود. آدم سوم را همه شبهاتش به جواب داده می شود در حق عاذرالمشرک یکم به آدم دوم به آدم سوم به میفهمد که این آدم دوم مشکلش است. و بعد از این بارک الله فیکم همه شبهاتش به جواب دادید، او را قانع کردید و به سخن شما رد زدن تا هیچ چیز گفتن تا تو به دلیل های شما قانع شد و شکست خورد. و بعد از این وقت با میدید 5 ماه 6 ماه 1 سال گذشت، اما باز بعد از فهمیدن آمد و گفت که تکفیر کردن عاذری در دین اسلام وجود ندارد، یا که از این سبکتر کرده این در دین اسلام وجود ندارد، چه کافر میشه آیسته، بله زود کافر میشه. یا گفت که تکفیر کردن عاذری هست اما تطبیق کردن نمیشود، یا گفت که تکفیر عاذری است لیکن من تکفیر نمیکنم، من بله همین دلیل ها فهمیدم دلیل ندارم نمیکنم، لیکن توقف میکنم. توقف مذهبی سلف است. یا گفت که عاذری در مسئله عذر بالجهل اختلاف است، عاذری را تکفیر کردنش مشکل ندارد گفت. یا نصف صحابه ها را عاذری گفت، به مانند او والعیاذ بالله طالب علم فارسی اشکری که قاری احمد مشرک خبیث اخزه الله که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را چی گفته بود؟ او گفته بود که من مشرک را مشرک میگم لیکن عاذر المشرک را من تکفیر نمیکنم. برای چی؟ برای که حضرت عمر صحابه که بود شراب را حلال گفته نوشیده بود او را تکفیر نکردن، عذر دادن. حضرت عمر هم عاذری بودند میگه، برای من عاذری را تکفیر کردن ممکن نیست میگه. انا همچنین عقیده باطل را دارد منتشر کرده که در جمله تکفیر عاذری را انکار کردن، شریعت را انکار کردن بعد از حجت، بعد از فهم، بعد از این همه حالت، البته که بعد از این تکفیر میشه. فهمیدید؟ اما این جوهلا منهج نفسی خودشون پیدا کرده است. تکفیر مشرکین از واجبات دین است. بله تکفیر مشرکی منتسب از واجبات دین است. همه این سخن ما لیکن تعلق دارد به تکفیر، همه این سخن ما یعنی ربط دارد به تکفیر مشرک منتسب و عاذری مشرک منتسب و عاذر مشرک منتسب. یک دو سه که به مشرک منتسب یهود و نصارا و دیگر تکفیر طاغوت با مسئلهش دیگه تر و واضح تر است. در این مسئله است. فهمیدید؟ الله یک قاعده دیگر مونده است. من این جاهل ها رو گوش کرده در حیرت میمونم شیخ، و الله به شکر الله میکنم که مثل شما چنین استاد دادید که به هر یک نقطهش برای ما بیان میکنه. میگوید که یک انسان اعتقاد داشته باشد که اگر جهل عذر نیست، اما یک کافر دید میگه همین تکفیر نکرد، میگه اینا ازاله شبهه میکنیم، اقامه حجه میکنیم، بعد تکفیر میکنیم. میگه من این در تطبیق مثل عاذری ها به بالای چی است؟ به بالای مشرکین است. بارک الله فیکم. البته که انا تکفیر آمده اصل دین میگد و باز در تطبیق این سخن میگد. یعنی این چنین انسان ها دلالت میکند که این چنین انسان ها منهج رو در نزد علما نآموختند. اینها خودآموز هستند. اینها فقط دعوای علم میکنند، خودآموزند. از علما خودشون آموختند، از علما نآموختند، به ترتیب و به منهج نآموختند. اصل دین میگند و بعد از این به او معامله میکنند، تطبیق میکنند همچون واجبات دین. و در مسئله عاذر المشرک ازالت الشبهه، این خود قرآن و سنت رسوندن است. غیر از قرآن و سنت رسوندن کلمه زیادتی ازالت الشبهه با یک زیادتی است، با یک زیادتی که نه باز علما بیان کردند که این در نزد اهل سنت و جماعت وجود ندارد و بعضی از علما خطا کردند. خطاگی بعضی از علما هست لیکن در منهج وجود ندارد و امروز خیلی هم جهمی ها این منتشر میکنند. مریم سلیمان بن عبدالله گفتند بوین له ادله القرآن و السنه من لم يكفر المشركين او شك في كفر او توقف في كفر بوین له ادله القرآن و السنه. هر کسی که در تکفیر مشرکین توقف کرد یا شک در کافر بودن اونها کرد، به اون دلیل قرآن و سنت رسانده میشه و بعد از دلیل قرآن و سنت رسانده شدن توقف کرد، تکفیر کرده میشد. فهو مثل او مثل امون است. کلمه ازالت الشبهه این خیلی هم خطرناک است. نابود کردن شبهه از او
نابود کردن شبهه از او. ما شبهه هیچ کس ازاله کرده نمیتونیم. فراموش نکنید کلمه ازالت شبهه را خود عمر بن حزم هم خیلی رد زده که خطرناک جمله است و بسیار علمای اهل سنت رد زده. ازالت شبهه، نابود کردن شبهه. شبهه را ما نابود کردن نمیتونیم از این سو. ما فقط به او حق را بیان میکنیم. اگر مقصد شما ازالت شبهه گفته رسانیدن قرآن و سنت در تکفیر مشرکین باشد که ما به همون عاذری تکفیر مشرکین به میگیم که قرآن این سنت الله سبحانه و تعالی مشرکین جاهل تکفیر کرد بگویم، انا همین ازالت شبهه بگوید، این ما رساندن حجت میگیم. انا همین شرعا رساندن حجت از این ازالت شبهه نگفتن شرط نیست. اما ازالت شبهه رو به معنای مدخلی فهمک فهمید که ازالت شبهه قرآن میفهموند، سنت میرسوند، بعد از این شبهیش جواب میگوید. اگر شبهیش گم شود و بعد از شبهیش گم شدن هم مشرک بعد تکفیر میکرد. هیچ وقت من خیلی عذریه یگون عذریه تکفیر کرده نشد در منهج جهمی، برای که یگون اهل بدعت بعد از قرآن رسوندن هم بعد از سنت رسوندن هم اگر الله به او توفیق نتید، به او هدایت نصیب نکند، بعد از حق فهمیدن هم شبهیش ازاله نمیشد، با شبهیش ایستادن میکرد. شبهه ازاله شدنش یا نشدنش در دست ما نیست. ما عذریه شبهه ازاله کردن نابود کردن نکردن در دست ما نیست و در اراده خود او و در توفیق الله سبحانه و تعالی که به بنده میده. اگر او بنده اراده نداشته باشد که شبهش نابود شود و همین شبهه را همچون دین قبول کرده باشد، همه گفته شما را او یک پول پچک بر این بنده گرد، چه خیلی ظالمه که شبهش از مراد که وی هرگز بعد از قرآن رسوندن هم بعد از سنت رسوندن هم بعد از 100 سال هم تکفیر کرده نشد. این مذهب جهمی. فقط این جهلا علم ندارند و به این دقایق و به این نازکی ها اهمیت نمیدهند و به بحث علمی هم آماده نیست که تکفیر اصلی دین گفتن بیاد قطعی بحث کنند. کسی که تکفیر اصلی دین میگه اینا اهمیت، این جهلا به اهمیت ندهند. بارک الله. شیخ بخشی زیاد الله استو کرد نگاه بکید. ما طاغوت یک انسان یک طاغوت تکفیر نکند، کدام وقت همون انسان رو تکفیر نمیکنیم. اگر یعنی حالی وای به جاهل باشد، حالی وای به این باور کرد. از دیگر طرف جهمی است میگوید که یک انسان یک طاغوت تکفیر نکرد به یگون تعویل و به دیگر چیز، این رو هم میگد کفر نمیگیم. الله مستعان. مطلق میگه این مذهبش مذهب باطل است. ببینید طاغوت به دو قسم تقسیم میشود. طاغوت هایی که ظاهر است و مثل آفتاب روشن است و طاغوت هایی که خفی است. طاغوت است، علما میدانند طاغوت است، طالب علم میدانند و بله مسلمان ها موحدین میدانند، اما مسلمان های عامه ظاهری حکمی طاغوت بودنی بعضی از طاغوت ها رو ندانستنشون ممکن است. به مانند بعضی از حاکم هایی که امروز دعوا میکند که به حکم الله رسول حکم میکند، قضاهای شرعی داره میگوید، علما میدانند که این طاغوت است، اما مردم عامه نمیدانند. این طاغوت خفی، برای اینکه طاغوت بودنش از جانب های دینی شده، هر کسی نه نمیفهمد. اگر یک آدم نبیاد نفهمد ما این کفر نمیگیم، بله، اما یک آدم طاغوتی آشکاری که هست دید دانست فهمید که همین به حکم غیر الله حکم میکند، همین به مسلمان ها میجنگد، همین مسلمان ها را میکشد، همین میداند میفهمد، از حالت طاغوت آگاهی دارد و بعد از این میگه که نه من تکفیر نمیکنم، این طاغوت پر کافر است. این کافر شد. کفر به طاغوت ندارد، زیرا که معرفت الحال دارد. معرفت الحال دارد یعنی از حالت این طاغوت با خبر است. طاغوت شناخت، طاغوت بودنش فهمید، کفرای او را میداند، اما با تکفیر نمیکند. انا این است که کافر شد. اما یک مسلمان یک طاغوت اگر نفهمد، یعنی معرفت الحال، از حالت همون طاغوت خبر نداشته باشد، ولی در اینجا تکفیر نمیکند. اما دانسته تکفیر نکند طاغوت پرست است. این فرق نازک است که فرق دقیق است که بجز همون کسانی که الله رحم کرده است دیگر کسا فهمیدنش خیلی مشکل است، بخصوص کسایی که غرض دارند، غرض های شخصی. الله اعلم. الله استوکد. شیخ از سخن این ما برداشت میگیم که مدخلی ها کافر نیست، برای آنکه آنها طاغوت را تکفیر نمیکرد، تعویلاتشون کردی. الله اکبر. بله. و بعد من به اینها گفتنی هستم که
شما همین یک جمله توجیکی را از اینها تو گوش کردن که 3 دقیقه یعنی انتظار شدن نکن. یک دو جمله با همدیگر پیوست کردن نمیتونید. همین شما شرم نمیدارین که با یک علامه برایت بگید که این چنین است و آن چنین است. من به جای شما شرم میدارم والله. همین ها را گوش کرده باور که شیخ به جای اینها شرم گوشتم که چگونه میشه که یک انسان همین زبان مادریتونه یک جمله جمع کرده گرفته نتوانسته استودید، لیکن مردم از حق باز میدارید. از حق باز داشتن امروز چگونه است ای اهل توحید؟ به پیش یک عالم اهل سنت و الجماعت یک علامه رفتن باز میدارید. انا همین پیش حق گرفتن است که مردم بیخبر میموند از حق. پیش نزد خودش روید خودش جاهل است. یک جمله را با هم دیگر پیوست کرده نتوانسته است در صحبت کردنش. الله هدایتش بکند. و بعضی ها والله اونهایی که از سبب خصومت شخصی یا اینکه این مثلا دعوتش پیش رفته است گفته خصومت کرده ایستاده پیش حق گرفتنید، والله از الله بترسید. الله خور و ذلیل تو میکند. الله خور و ذلیل تو میکند. توبه کنید و الله گفته است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل الله به قرآن و سنت همگی چنگ زنید، تفریقه نکنید. به خاطر هوا و هوستون امت رو هر طرف نکشید. توبه بکنید، به سوی حق باز بگردید. من استادم میشناسم، استادم با مخالفم با برادر هم شب و روز تیار هستند که صحبت بکنند تا اینکه همه یک جور شود. و از تفریقه شدن امت از همه بیشتر همین استاد من غم میخورد. شب و روز خوب نمیکند به خاطر اینکه امت تفریقه نشود بود. اما شما جاهل ها هم از موضوع جاهل هستید، هم مردم میخواهید که تفریقه بکنید. توبه بکنید، به سوی الله باز بگردید و ان شاء الله عزت مییابید. اگر نه غیر این صورت در خاری زوری هم در این دنیا و هم در آخرت میمیرید. بارک الله فیکم. شیخ عزیز وقتتون نگرفتم، بخشی زیاد. جزاک الله. البته این فتنه اخیر که از معارف راسخ به وجود آمد، مسلمان خواندن کفار و مشرکین و بعد از این مجازی مسلمان مجازی و بعد از این لغوی و از این غیر حقیقی و غیر و غیره، کسایی که در دلشون نسبت من بنده و بخصوص نسبت دعوت ما خصومت داشتند بر آمدند و این رقص و بازی و خرسندی را شروع کردند. البته ما شخصا به یگان نفری اونها نشستگی هم نیستیم، یگان معامل هم کردگی نیستیم. اونها بدبینیشون که مرا بد میبینن به خاطر این دعوت است. قسمی از این جوهلا حالا هم در خواب و خیال زندگی میکنن. حالا هم من از او زورم، او از من پست است، لیکن او مشهور است و من مشهور نشدم. گفتگی گپا که مشغول است. این گپای کودکانه ای که در بین بسیار تعلیم خونده ها انمی مصیبت وجود دارد که مصر خونده ها نغز و مدینه خونده نه، مدینه خونده نغز و پاکستان گنده. انمی خیلی کارها ما نه به پاکستان خونده و نه مدینه خونده و نه مکه و نه مصر و نه تاجیک و افغان فرق برای ما ندارد. تو در کجا خونده باشی، در امریکا خونده باشیم، در مسکو خونده باشیم، اگر تو منهجی باشی، در اساس قرآن و سنت و فهم سلف این امت یک مسئله رو بیان بکنی، سخنت موافق سخن سلف صالح باشد، اعتقادت و منهجت موافق سلف باشد، تو حق هستی. فرق ندارد. زور اینجا خونده و اونجا خونده نیست. لیکن افسوس که این مصیبت در بین بسیار طالب علم ها وجود دارد. کسایی که مقصد دعوت نفهمیدن، مقصد دین نفهمیدن، وظیفه خود نفهمیدن، مسئولیت خود نفهمیدن، به همین چیزهای بی معنی مشغولند شب و روز. و نقطه دوم، یکم نقطه این است که اینها یعنی در دلشون کبر وجود دارد. من از این زورم و این آن قبول نمیکنم. و این کبر هم از سبب جهل است. آدم مرحله اول علم آموزی به وقتی که داخل می شود فکر میکرد که از همه زور است، او از همه زور است. اما مرحله دوم به آمده میفهمد که در حقیقت او هیچ کسی نیست، در حقیقت علم ندارد در نزد علما. و در مرحله سوم در حقیقت
کم علم داشتن و فهمی از گرد اطراف بودنش میفهم. و امروز اکثر انسان ها در مرحله اول هستند. اکثری حتی دعوای کسایی که علم میکنن در مرحله اول هستند. باور بکنید در علم عقیده، در علم فقه، در همه مسئله میبینید در مرحله اول است. اینها میخواهند زور بودن خود را، عالم بودن خود را در اساس یک کسی رو پس زدن بیرون کنن. شاید حالا کسی بگه که خیر ابو محمد خودی تو هم خیلی هستی. نه برادرم، من هیچ کسی رو بدون منهج فقط هم خیلی پس نزدم. یگان مراتبه. اگر از حاجی میرزا شروع بکنید تا دیگر طالب علم امروز معرفی راسخ روید، باور کنید والله مجبور شده برآمدم. لذت بردن مجبور مسئولیت و واجبیت خود را برای تمام کردن برآمد. برادرایی که در گرد اطراف من هستند قسمی از اونها میدانند که من هر روز میگم ما خسته شدیم از این اهل بدعت. میگم ای الله ها این اهل بدعت را به هدایت بیار که کفر اینها را نبینیم، کفر نبرد از اینها. مثلا معروف راسخ کفرش برآمد، تقریبا ابو اسما 14 روز انتظار شد، بنده تقریبا 1 ماه انتظار شدم که نصیحت کردم لیکن سخنی بد نگویم. یعنی سخنی بد نه، یعنی سخنی سختی که شرعی هست نگویم. مگر این آسان است؟ مگر این آسان است برای یک طالب علم که در بالای الله رب العالمین، در بالای عرش تو را میبیند، میشنود، دین او تو آموختی، تمام حیاتت را برای آموختن دین صرف کردی. یک نفری که تا دیروز بهترین گمان میکردی آمد کفر را کرد، چیکار باید بکنی؟ این سنجش بزرگترین نوار به طالب علم است. لیکن ما منهجی به صبر، به تحمل، از جانب شریعت است، از جانب دیگر حکمت است که حکمت خودش از شریعت است. شریعت ما را حکم را بیان کرده و به روش حکمت بیان کرده که ما حکمتانه معامله کردیم. تا زمانی که کفر را اینا به دهانشون ناوردن نگفتیم. در بسیار حالت برای تصدیق برادرها، برای دفاع برادرها در سخن حقش برآمد. و بالاخره نقطه دومی که این جاهلان، یعنی نقطه اول این جهلشون است که از همین سبب خودشون علامه و بعد از این دیگرها را تحقیر. نقطه دوم مشکل این است که هر برادر و خواهرانی که می آیند از من یا از دیگر مشایخی که اینجا هستند، ابو عبدالرحمن، ابو حلیمه، حنیف، ابو عمر حفظهم الله صحبت میکنند، یا دیگر برادرهایی که اینجا تعلیم میتیند، غیر از اینها دیگر طالب علم هستند که از ما مخته، از دیگرها مخته تعلیم داده شدند، از اینها تعلیم میگیرند. خواهرها حالا درس داده شدند، شب و روز به زبان تاجیکی، روسی، ازبکی درسی لا اله الا الله می رود، درس توحید رفته شده است. اینها باشد در این سفینه دعوت نیستند، خودشون هم درس نمیکنند. دیگر برادرها و دیگر خواهرهایی که آمده درس میآموزند اونها را لقب میگذارند، تو مقلدی، تو گمراهی، تو فلان کسی. اگر گوش کردن درس که مقلد شوید والعیاذ بالله، این طعنه به همه میرود. همه مسلمانان را طعنه زدن، این از دین الله بازداشتن. اگر تو خودت ای جاهلی که امروز گوش کننده های طالب علم های اهل سنت رو مقلد میگویی، اگر تو درس کردی، فردا خیسی درس کردی، درسی تو رو مردم اگر گوش کنند، من برایم مردمی که تو رو گوش میکنن مقلد بگویم، آیا همین طعنه نیست؟ آیا همین بی ادبی نیست؟ آیا همین احمقی نیست؟ بله احمقی است. اگر سخن حق رو بگویی، منهج رو بیان بکنی، گفته ایستاده باشی، مردم تو رو گوش کرده است، چرا مقلد؟ این از بخل است، این از حسد است. اینها بخل و حسد نسبت بنده دارند. باور بکنید من دلگیر شدم از بخل و حسد اینها. جیگرای من خون شد از بخل و حسد اینها. امروز یکی از برادرها تماس گرفتن، 2 برادر بودند، الله حفظشون بکند، جوانهای بهترین، صادقین، الله برکتشون بدهد و ثابت قدم در دین نگهشون بدارد و حسن خاتمه را به ما و به اونها نصیب بکند. میگویند که یکی از اهل بدعت گفته است که ابو محمد حالا یعنی به یک
وظیفه رسیدگی است، اکو به او گپ زده نمیشد بود. یعنی در راه دین مشقت کشیده، شب و روز در این تهمت ها، رنج ها، عذاب ها یک طالبین دعوت کرد. این وظیفه، یعنی یک گویا که یک منصب بود است. این منصب نیست، این مسئولیت است. این وظیفه منصب نیست، این انمون اطاعت به امر الله است. از الله بترسید. در بالای یک طالب علم اهل سنت تو اینقدر ظلم نکنید. ظلم نکنید که الله خور و ذلیلتون میکنه. والله من و امثال من دیگر برادرها مظلوم هستیم، مظلوم از دست کفار و مشرکین و از دست بنام جهلا که خودش اهل سنت میگد. مظلوم و غریب هستیم. غریبی ما در درون اهل سنت، در بین اهل سنت است. غربت ما شدید است. هر کسی خواهد به دهان چیزی میاد به ما میگه، هر چیزی خواهد گفت. الحمدلله که ربمون به ما وعده داد که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تو گمان نکن که الله غافل است از اون چیزی که ظالمان انجام میدهند. الله میبیند، میشنود و بالاخره در نزد الله روبرو خواهیم شد و در این دنیا هم جزای خودتون خواهید گرفت. اگر منهج ما به تو راست نآمد، اگر صحبت ما را تو فکر کردی که منهج ما خطا است، به آداب و اخلاق بیا. 3 دقیقه وقت برای تو، 3 دقیقه وقت برای من. بیا 4 دقیقه برای تو، 3 دقیقه برای من. مردانوار در کدام موضوعی که باشد، بدون تحقیق، در اساس قرآن و سنت مذهبی سلف صالح صحبت بکنیم. کسی نباشد صوفی، حزبی، اشعری، آذری، ماتریدی، مرتد کافر ملحدی، طاغوت و طاغوت پرست لشکریشی، خوارجی، کسی نباشی. اما بیا به یک آداب و اخلاق در اساس مناظره علمی، نه احمقانه. 3 دقیقه وقت، 3 دقیقه وقت. حتی به تو وقت میتونم زیادم بدیم اگر آداب و اخلاق داشته باشی که آرام بحث علمی کنی. اما ظلم کردن این البته جزای خودش به شما دارد. و بعد از این ما چی گله کنیم وقتی که رسول الله را طعنه زدن، وقتی که علما و از سلف شروع کرده تا امروز هست و هیچ چیزی نیست. ما الحمدلله میدونیم که کدام راه را اختیار کردیم، لیکن ما تنبیه میدیم که لااقل برادران و خواهران موحد ما از این چیز باخبر باشند که اینها انا همچنین جهلای هستند، متکبرین هستند که خیلی بخل و حسد شدید بر طالب علمان اهل سنت دارن. والله اگر بخل اینها رو هلاک کرده است، حسد اینها رو هلاک کرده است، ما به اینها کار نداریم. ببین من به همون کسی که الله گفتند، من در یادم نبود که همچنین انسان دعوت دارد ندارد، پروای او را ندارد، لیکن مرحمت خودش رو نزند نمیشد. لیکن به برادرها طلب میکنم که از برادرها نام این جوالا رو نگیرید. ما به این جوالا گپ زدیم 4.5 ساعت، شاهدها هستند، تسجیلها هستند، عقل اینها رو بها دادیم. گذارید به کار بار و تعنیش مشغول شد، باکی ندارد. لیکن همیشه بدانید که دشمنان حق، منافقین و غیره، اهل بدعت، همیشه حالتی سختی یا وزمینی مسلمان ها را به نظر خودشان امروز روزی سختی است گفته هجوم میکنن. اینها فکر کردن که وقتی که ما به معروف راسخ مخالفت کردیم، این روزی ما روزی سخت است. به نظر اونها نفهمیدن که در نزد ما این روزی سخت نیست. در نزد من شخصا هیچ روزی سخت نیست، یک چیز عادی است. و این پیشتر ما گفته بودیم که این فتنه عاقبتش خطرناک است. اینها بازی دو جانبه کردند، این جماعت راسخ و امثالش بازی دو جانبه کردند، جزایشون رو گرفت. چهره اینها رو من آشکار نکردم، والله چهره اینها رو خودی الله سبحانه و تعالی آشکار کرد که در سرشوی این بحث من اصلا همراه نبودم. به این بحث در اول آمیخته نبودم و حتی گمان خیر به معروف راسخ داشتم، لیکن چیکار کنم اون چیزی که الله خواسته میشه. اما بعد از اینکه اینها خیلی از خود رفتند و
ابوالغریب بالاخره برآمد و هر کسی که کفر اکبر کرد کافر است، موحد نیست، مؤمن نیست، مسلمان است، گفت دیوانه شد. بالاخره ما معروف تزکیه داد، تکفیرش کردیم بالاخره. باکی نداره. مهمیت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله. یک لحظه. مهم این است که ما در دینمون ثابت قدم باشیم. به فکر اندیشه های کسایی که مخالف ما هستند، در گرد اطراف ما هستند، نباید اهمیت بدهیم. ما به قرآن اهمیت دهیم، به سنت اهمیت بدهیم و به فهم سلف صالح اهمیت بدیم که قرآن و سنت فهم سلف عقیده ما را چگونه عقیده میگه. اگر در اساس حجت و دلیل و مذهب سلف عقیده ما باطل باشد، مرحمت، ما در این حالت باید تشویش کشیم، گفتگو بکنیم. اما وقتی که همه چیز واضح است و آشکار است، این ملامت کننده ها ملامت خود کردن میگیرند و ما به پیش رفتن میگیریم و باید بیاموزیم و بفهمیم. بارک الله فیکم. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله. الله استون کنه اخی جان. همین یک برادر سوال داره کم تر عربی. همین یک سوالش اتی الله استون کنه، همین سوالش جواب ته. بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا العزيز، حفظك وعليكم الله السلام. ورعاك. أنا عندي سؤال. منذ اليوم أنا لم يكن لي مشكلة في العقيدة، وقعت الشبهة في القلب وأردت أن أكشف هذا، وأنا تحدثت مع تلاميذك، وأنا نفسي درست قبل 10 سنوات في مصر، وانتهيت من كتب مثل ابن عبد الوهاب وابن عقيدة الوسطية لابن تيمية بشرح ابن عثيمين، وانتهيت أيضا من إمام شرح السنة إمام البربهاري. ولكن هؤلاء الأشخاص قالوا لي كلامك أنك قلت في أي دار تنقسم الناس إلى 3 أقسام، مثلا مسلم والكافر والمجهول الحال. وهذه الكلمة المجهول الحال أنا سمعتها أول مرة في حياتي، وأردت أنا سألته مثلا إمام عبد الوهاب قسم التوحيد إلى 3 أقسام، مثلا الربوبية كما يعلم، الربوبية الألوهية والعبودية والأسماء والصفة. ومثلا هو استدل هذه الأقسام، من أين أخذ هذه الأقسام؟ أخذ من القرآن الكريم، لأن القرآن لا يخلو عن هذه 3 أقسام. مثلا هناك آية عن ربوبية، وآية عن ألوهية، وآية عن أسماء والصفات، ليس هناك آيات أخرى. هذا مفهوم. هو رأى البدع، رأى الشرك وكتب، وكان مجبرا أن يكتب الكتاب مثلا. ومثل هذا أنا أردت أن أعرف بما استدل الشيخ المدني حينما قسم إلى مجهول الحال. تلاميذك أرسلوا لي دليل، كلام ابن القتادة. أنا أقرأ في المغنى، الكتاب المغنى، وإن وجد ميت فلم نعم مغني ربما مغني، أنا نسيت العربية، هذا كلام قليل. وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامات وكان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه. يعني هذا الكتاب المغني أنا ما سمعت عنه من قبل، يعني ما قرأته، وأريد أن أعرف. أنا إن شاء الله أنا لم آتي إلى هنا كي يعني سبسبوريس فهم الشيخ، هذا تواني بريشو. أنا جئت إلى هنا كي يكشف هذا الشاب من قلبي هذا الكتاب هل هو صحيح، أو ماذا قال السلف عن هذا الكتاب، ما هذا الكتاب أصلا، يعني ما هو المجهول الحال. هل تستطيع تشرح لي؟ الله يحفظك. نعم يا بارك الله فيك. أنت سألت سؤال جميل، والحمد لله تتحدث بالعربية كذلك جيد، وسألت سؤالا جميلا وعظيما، وهذا السؤال سؤال مرة كبير. نقول مستعين بالله. أولا كتاب المغني صاحبه ابن قدامة المقدسي، وهو من علماء قرن من زمان صلاح الدين الأيوبي، علماء قرن السادس والسابع أو الخامس والسادس، علماء قرن السادس الهجرية، وهو بعد 300 من السلف. ليس من السلف،
بل من المتأخرين رحمه الله رحمة واسعة، وهو ابن قدامة المقدسي، وبارك الله فيه. وعنده كتاب في العقيدة لمعة الاعتقاد، وكتاب كمان في الأصول روضة الناظر وجنة المناظر، وكتب كثيرة، ولكن كتابه مغني. هذا كتاب فقه المقارن. فقه المقارن تقريبا 15 مجلة، فيه أقوال السلف، جمع فيه أقوال السلف. ولكن قتادة معروف، قتادة من، وهذا الرواية من قتادة السلف، هذا الرواية من قتادة صحيح ثابت، وقتادة من السلف. وغير ذلك من الروايات كثير جدا بكثرة وكثر عند السلف رحمه الله. كذلك في كتاب الطبقات الحنابلة، كل علماء الحنابلة ويبدأ من أحمد بن حنبل وغيرهم يتحدثون عن مستور الحال. بارك الله فيك. وأقول لك أخي الكريم، أنت الآن إذا كتبت مثلا في جوجل ممكن تبحث تجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم الجوزي، وحتى كتب، يطلع لك كتب كثيرة من علماء أهل السنة والجماعة، هم تتحدثوا في هذا الموضوع، موضوع مستور الحال. مستور الحال موجود صح، مستور الحال يعني ما نعرف ما هو حاله، هل هو مسلم أو غير مسلم، لأن في ظاهره علامات أو شعار الإسلام غير موجود. إذا كان في دار الإسلام فهو مسلم مستور الحال، إذا كان في دار الإسلام فهو مسلم، إذا كان في دار الكفر فهو كافر. فهذا موجود في كتاب اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة، كما شرحنا، نحن شرحنا هذا الكلام، الرسالة الصغيرة من كلام سفيان الثوري رحمه الله، هو يتحدث عن مستور الحال، يعني حكم مستور الحال. مستور الحال هذا مثلا الرجل الذي لا يرى فيه شعار من شعار الإسلام، لا يرى فيه شعار من شعائر الإسلام. فهمتك، جاء جزاك رجل، الله. فهمتك، بارك الله، ابحث هذا الموضوع، وهذا موضوع بإجماع موجود عند السلف والمتقدمين والخلف، وهذا لا إشكال فيه، وهذا من كلام السلف ومذهب السلف موجود. بارك الله فيك. أما ابن قدامة المقدسي، أما بالنسبة للتقسيم، بالنسبة للتقسيم التوحيد كما قلت بارك الله فيك، شيخ الإسلام ابن تيمية قسم التوحيد إلى 3 أقسام: الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. شوف السلف الصالح قسموا التوحيد إلى قسمين، ما قسموا إلى 3، قسموا إلى قسمين. هم قالوا التوحيد معرفة والإثبات، والتوحيد الطلب والقصد. معرفة والإثبات الربوبية، توحيد معرفة والإثبات عند السلف توحيد الربوبية والأسماء والصفات يدخل فيه، ويدخل فيه كل التوحيد يتعلق بالربوبية. وتوحيد الطلب والقصد توحيد الألوهية. الأساس عند السلف الصالح التوحيد القسمان: الربوبية والألوهية. ولكن بعدما خرج وظهر الجهميين، المذهب الجهمي الجاحظي، وبعد ذلك المعطلة، مذهب المعطلة الجهمية، وانتشر بين المسلمين هذا مذهب الخبيث الشيطاني، عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأنكروا وحرفوا. بعد كما ذلك ذكر في الكتاب العقيدة الوسطية. نعم صحيح. أي بارك الله فيك. بعد ذلك العلماء أواخر من علماء السلف، آخر من علماء السلف من أتباع التابعين، أخرجوا توحيد أسماء والصفات من داخل الربوبية، أخرجوه من داخل الربوبية وقالوا توحيد الأسماء والصفات لأهميته. نعم. لأن الناس اشتبهوا فيه، لأن الناس اشتبهوا فيه. صح بارك الله فيك. وفي زماننا هذا بعض العلماء يقولون توحيد الحكم أو توحيد الحاكمية، وهم حجتهم قالوا كما خرج سلف صالح توحيد الأسماء والصفات من الربوبية، لأن في زمانهم جاء الإشكال والشبهة والشرك والكفر في توحيد الأسماء والصفات، وبعض الناس فكروا أن هذا الموضوع موضوع خفيف، وهم بينوا وذكروا على هدى. وفي زماننا هذا المشكلة في عقولهم في ذلك. نعم. أي بارك الله فيك. وفي زماننا هذا قالوا المسلمون يعتبرون توحيد الحكم شيء بسيط، ولذلك نحن نخرجه، لأن أصل توحيد الحكم من الربوبية. من حكم بحكم غير ما أنزل الله، من حكم بحكم غير الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله،
هو مشرك في الربوبية، لأن الحاكم هو الله، والحاكم هو الله هو الربوبية. من حكم بحكم غير ما الله هو مشرك في الربوبية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف. ما أعرف، ممكن أخطئ هذه الآية التي قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم صحيح. وهذه الآية شيخ يدل على بارك الله أن هذا فيك، الحكم أسألك يعني لماذا أنا شخص عشت حياتي ولم أدخل في أي جماعة. منذ اليوم أنا كنت أفكر عن نفسي أني على الصواب، ولكن هناك إخوة، كثير من إخوة يسألونني ماذا تقول في هذا الشيخ. سألوا سؤالا أنا وقفت فيه لأني لا أعلم. أنا شخص إذا ما علمت الجواب أقول لا أعلم. أنا لا أتكبر ولا أزكي على الله أحد. يعني انظر، مثلا أنا أريد فقط حقيقة، معرفة الحقيقة، وأنا أقبل إن شاء الله. هناك إخوة يقول أنت يعني الرجل الذي قلت يعني مستور الحال، صحيح؟ مثلا في تركيا هنا أنت كما تعرف، أنا أذكر اسمه، أنا لا أريد الفتنة، فقط أريد أن أعرف أبو حنظلة مثلا. أنا لا أسمعه، وهناك أقاربي يسمعونه وهم مريدون، يقولون مثلا هو يقول عن شخص مستور الحال أنه نحن علينا أن نعرف عقيدته قبل أن نحكمه، يعني قبل أن نحكمه علينا أن نعرف عقيدته. يعني تلاميذك قالوا هذا وقوف الذي يستند إلى عقيدة المعتزلة. نعم، إلى عقيدة المعتزلة الوقوفية. هل تستطيع أن تشرح ذلك؟ يعني مثلا أنت فهمت صحيح؟ يعني سؤالك ما فهمت جيدا، ما كان واضح، ولكن شوف، أسألك يعني هم هذا الجماعة أبو حنظلة التركي هم يقولون يعني نحن قبل أن نحكم على أحد بالإسلام أو بالكفر لازم قبل أن نحكم بالإسلام أو بالكفر نعرف عقيدته، هكذا يقولون. نعم صحيح، هكذا يقولون. يعني يقولون يعني لا نحكم بالإسلام إلا بعد معرفة عقيدته. نعم نعم. هل هذا صحيح أم لا؟ أنا أريد أعرف. لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. وهذا من ما أعرف هم قالوا أو ما قالوا، ولكن هذا العقيدة بنفسه عقيدة الغلاة، هذا لا يجوز، وهذا من عقيدة الغلاة. لماذا؟ كما بدأت باللهجة السعودية. ليش؟ لماذا؟ ليش؟ السبب مذهب أهل السنة والجماعة نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إذا نحن مأمورون بالظاهر الإنسان. إذا مثلا شفنا الإنسان في المساجد مثلا، كثير من الناس نحن نراهم في المساجد يصلون. نحن إذا دخلنا المسجد وهم يصلون نقول هم مسلمون يصلون. يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أم يصلي كما يصلي مثلا مذهب أبو حنيفة؟ لا، يصلي كما يصلي من أحد مذاهب الأربع، ما في مشكلة. ما في مشكلة. ولو كان حنفيا، ولو كان شافعيا، ولو كان مالكيا، ولو كان حنبليا، ولو كان ظاهريا، ولو كان غيره، ولكن من أحد طرق أهل السنة والجماعة، ليس رافضيا، ليس صلاة الرافضية، وليس الصلاة وغير ذلك. الصلاة معروف، لأن في زمان أبي حنيفة رحمه الله كان أناس يصلون هذا اليد تحت السرة وعدم رفع اليدين، ليس هو فقط كلام أبو حنيفة، وغير أبو حنيفة موجود، ولو كان كلام ضعيف، مذهب ضعيف، ولكن موجود من السلف. بارك الله فيكم. ولذلك إذا صلى من أحد مذاهب الأربعة ونحن ننظر، ليس هناك قبور، لا يطوفون في القبور، ليس هناك الشعائر من الشركية وغير ذلك. نعم، نحن نقول صح، شعائر الشركية غير موجود، وهذا المنطقة نحن ما شفنا القبوريين وغير ذلك، نقول هم مسلمون، نحن نحكم بالظاهر، نقول هم مسلمون. ولكن إذا رأينا منهم الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ورأينا منهم أحد نواقض الإسلام، نكفرهم بشركهم بكفرهم الأكبر إذا رأيناهم باليقين وإذا فهمناهم. بارك الله فيك.
ولكن جزاك بارك الله فيك. ولكن من قال نحن لا نحكم بالإسلام إلا بعد معرفة العقيدة وقبل العقيدة، حتى المصلين والحجاج وغيرهم هم كفار إذا قالوا، هذا عقيدة، هذا خطير، وهذا عقيدة من أحد أصول الخوارج، وهذا سبحان الله يمشون إلى الغلو والخوارج، هذا خطير جدا. بارك الله فيك يا شيخ العزيز، جزاك الله خيرا. ولكن سؤالي آخر يكون صعب جدا يعني نسيت اللغة العربية. ممكن أقولها بالروسية؟ Нету проблем, брат, да. Да, смотри, брат, допустим, мне объяснили, что, допустим, мы в России, да, и вот брат, я его встретил между асром и зухром, и как сказано, это маджгулюль хал, например, и как я должен буду его над ним хукм, да, сразу сделать? Это асль-дин получается? تقول Что получается аслюддин? Это хукм аслюддин или что? То есть, что я должен с ним сделать? Вот человек вижу, его кафиром или муслимом назвать. Мне говорят, что это дар аль-харб, дар аль-куф, дар аль-этот, поэтому ты должен сразу такфир сделать. Можете объяснить, пожалуйста? Да. Насчет этого, брат, как мы раньше сказали, аль-аслу фи даруль куфр куфр. Вот основе даруль куфр это куфр. Основе даруль куфр куфр. Основе даруль ислам ислам. Аслу даруль ислам ислам, аслу даруль куфр куфр. Если, например, ты жил бы в даруль ислам, и там ты увидел некоторые люди, которые у них нету борода, у них нету ни одного признака ислама, новый, который ты между, например, зухром и асром, никакого признака ислама нету, там не живет христиане, там только живет мусульмане, да? Я не успел узнать его, потому что намаз не читал еще, потому что я его на 5 минут увидел, допустим. Да, вот это вастуруль хал, да. Не успел узнать, потому что у него нету такир, борода, ничего нет у него. И он выглядит, он вот снаружи похож, у него вид как евреи или христиане или мушрики, да? А он в даруль исламе. Сначала вот мы закончим даруль ислам. Он в даруль исламе. В даруль исламе мы даем хукм для него, что ислам. Сначала думаем, признаем, что он мусульманин, потому что он в даруль ислам. Если есть один условие, если в этом месте не живет ахлю зимма, евреи и христиане, которые ахлю зимма. Если это место полный мусульмане, да? В этом случае в даруль исламе мастуруль хал. Допустим, в районе, да? В районе не живут никто, кроме мусульман. Допустим, в районе, да. В этом случае это даруль ислам, он муслим. А если даруль куфр, да, аслу даруль куфр, основа даруль куфр. Да. Это значит, есть 3 вида людей. Есть один мужчина, например, несколько людей, прекрасно вы, когда посмотрите, узнаете, что он мусульманин. Например, он говорит, ашхаду алла иляха илlallah ва расулуллах. Например, вы знали, что он читает намаз. Например, он сам вам говорит, что я мусульманин, я 5 раз в день читаю молитву, альхамдулилlah, ашхаду алла иляха илlallah. Я мусульманин, он говорит. Я мусульманин говорил, в этом проблема. Просто я мусульманин. Это читается ли для признака ислама? Не читается, просто я мусульман. Я понял. Потому что сейчас джахмити тоже говорят, я мусульман. Все говорят, мусульман, брат. Все говорят, да, если я мусульман, если вы спросите, читает молитву, да, все, читает молитву, все. Это мусульман. Если от его в даруль куфри увидите человека, от него нету ни одного признака ислама, он не говорит ни одного слова признак ислама, не признает, что ашхаду алла иляха илlallah, и не видели его чтение молитвы, и вот другие вещи признак ислама, в этом случае вы даете ему куфра. Хукм куфра. А если, например, после некоторого времени, после 2 часа, он говорит вам, вот сейчас время асра, давайте читаем молитву, например. Где у вас мечеть, туда-сюда, он хотел читать, в этом случае вы уже поняли, что он становится мусульманином, я понял. Да, это нету ни одного проблема. Все ученые Ахлю Сунна валь Джамаа насчет этого говорили. В этом мауджуд, это ясно. جزاك الله خيرا يا شيخي، لا أخذ وقتك سبحان الله ويزيد علمك ويثبتك، وأتمنى أن أكون من تلاميذك إن هذا ممكن. من الممكن. بارك الله فيك. حفظك الله إن شاء الله.
أنت تعلمت يا أخي ولو كان قبل 10 سنوات أو 20 سنة، ولكن تعلمت وعندك المسؤولية وعندك يعني الرسالة، لابد أن تبلغ رسالة العلمية والعقدية. حاول يا نعم، أخي، حاول أن أنا كنت أدرس سبحان، ولكن امتحنني الله بولد مريض الحمد لله. أنا تركت كل هذا سبحان الله وأريد أن أرجع، ولكن هذا ولو مجهول تركت يا الحال أخي، كان بارك الله فيك، حفظك الله، كان يسرك لي الله، مشكلة، شفاك، أنا كنت لا أفهمه سبحان. جزاك الله خيرا يا شيخ. حفظك الله، حفظك الله. راجع كتب العقيدة، ابدأ من العقيدة، من أشياء البسيطة والأصل، أصل الدين. لابد أن نبدأ يا أخي الكريم من أصل الدين. ابدأ من أصل الدين، من لا إله إلا الله محمد إلى رسول أي الله. كتاب تنصحني؟ نعم يعني كرومي وتزيخني كتاب التوحيد وستيا شو еще؟ بارك الله فيك. У нас есть манхадж изучения, манхадж изучать религию ислама. Вот первый шаг — это ла иляха илляллах. А насчет ла иляха илляллах много книг есть. От, может быть, не знаю, некоторые ребята сказали от Умар ибн Хазими. Умар аль-Хазими тоже есть. От шейх رسالة صغيرة من محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونيكتور رسالة يزوجوني. الرسائل كثيرة جدا في لا إله إلا الله. أولا ابحث من لا إله إلا الله، ولكن اتقي وخف من كتب من كتب المدخلية واتركوهم، ومن كتب أنا الحزبية. أكرههم أستاذي، أنا أكرههم بارك جدا. الله فيك. واختر علماء الربانيين الذين كتبوا في لا إله إلا الله وتعلم وعلمهم أستاذي، الناس. طبيعتي أنا فقط أسمع المشايخ الذين في السجون، فقط هم، أنا لا أسمع غيرهم مثل طرفي علوان، محمود جيد. شعبان، فقط أسمعهم لأني أظن أنهم على الحق. أنصحك العلماء، أنصحك بسمع العلماء، وكما أظن أنا أحد من كبار العلماء علي بن خدير الخدير حفظه الله وفك أسره. دروسه بصوتية كذلك موجود، وكتبه تقريبا 120 موجود مطبوع الآن. إذا كتبت في جوجل يطلع لك، وخذ حمل إلى جوالك. أنا أعرف مسلم جيدا، إن شاء الله أنا سأخذ منه، ولكن أردت أسمعك عن مجهول الحال وعن أبو حنظلة. جزاك الله خيرا، لا أخذ وقتك كثير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ یک دو سوال داشتم، اگر جواب بدین خوب میشه. بفرمایید. انا درباره استاد ابو عبیدالله متوکل، من یک روز در دیگر گروه شما در آمدم، کسی به شما سوال داد که درباره علم ها سوال دادن، و شما گفتین که درباره استاد ابو عبیدالله غرض از درس های تکفیری دیگر درس های صحیح است و شما میتوانید علم بگیرین. چکنین انا به همین نزدیکا از یک دو کس یک ویدیو روان کردن که شما درباره استاد گفتین که درس ها عقیدوی است، مقصد دیگر درس ها شما مقصد شما چی کردین؟ ده همین سبب شد پرسیدنی، سبب همین فهمیدنی مقصد. یعنی در این سخنی آخر من چی گفتم؟ انا درباره به نوار دیروزه شما گفتن که درس های تکفیری، درس های کفر، درباره درس های عقیدوی شما گفتن که مقصد چیز است، مقصد طوری نیست. مقصد چی کردن همین درس؟ برادر عزیزم، همین سخنی در آخر گفتگیم هم در اول گفتگیم هیچ فرقی نداره، فقط این دو جمله هست. نه شیخ، شما در اون روز گفتن که تنها درس های تکفیری، مثلا استاد در شخصی که با شرک مرتکب شرک اکبر و کفر اکبر میشه عذر دادن. در دومش گفتم که عقیدوی. بله برادر خوبش دارم. بله، همین درس تکفیر با بسیار مسائل عقیده ربط دارد. کسی که جهل عذر میگوید مسئله الولا و البرا به گپ زدگیش درست نمیبراید. کسی که جهل عذر میگوید در مسئله حکم بغیر ما انزل الله گپ زدگیش درست نمیبراید. کسی که جهل عذر میگوید در مسئله لشکرهای طاغوت گپ زدگیش درست نمیبراید. کسی که جهل عذر میگوید در مسئله عذری سخنش درست نمیبراید. کسی که جهل عذر میگوید در مسئله تفسیر کردگی که این آیات هایی که در این مسئله ربط دارد جهلش سخنش درست نمیبراید.
و انا همه این مسئله به عقیده ربط دارد. کسی که جهل عذر میگه در مسئله مذاهب بیان کردنش، مذهب اهل سنت بیان کردنش که در این مسئله در تکفیر و در ایمان چی است درست نمیبرد. کسی که جهل عذر میگه در مسئله ایمان سخنش غلط میبرد. انا همین مسئله بله ما گفتیم که در مسئله که جهل به عذر به تعلق ندارد، تکفیر به تعلق ندارد، گوش نکنید. در اول گفتیم، بعد از این گفتیم که در سوی عقیده‌اش گوش نکنید در این مسائل. برای که بله این مسئله جهل عذر نگفتن ده ها مسئله اعتقاد ویران میکنه. از الولا و البرا شکر شروع کرده، کفر به طاغوت ویران میکند، ملت ابراهیم ویران میکند، الولا و البرا ویران میکند، لا اله الا الله ویران میکند، نواقض الاسلام ویران میکند. این همش ویران میشه. یک کسی که آذری بود اگر نواقض الاسلام شرطیت دیگر خیلی شرح میکرد، آذری نبود دیگر خیلی شرح، کفر به طاغوت دیگر خیلی گام میزند، ملت ابراهیم دیگر خیلی گام میزند آذری. اما کسی که آذری نیست دیگر خیلی گام میزند، تماما مسئله دیگر است. برای همین ما گفتیم که هر دو سخنمون یکی است. در یک جا مختصر کوتاه بیان کردیم، در یک جا کمی وسیع‌تر کردیم. همین قدر است. و بار دیگر میگیم که ابو عبیدالله رحمه الله پیش از توبه، پیش از وفات کردن، الله ایشون را توفیق به توبه کرده و الله سبحانه و تعالی شاید به سبب اخلاصش، به سبب صدقش که حق میخواست و بسیار در برنامهش میگه که ما حق میخواهیم، حق بگوید قبول میکنیم، در حقیقت به حق نصیب شده و الله سبحانه و تعالی میگه که ما انسان های صادقین، کسایی که صادق هستند، اراده حق هستند، اینها را همچنین خاتمه بخیر میدیم، به خاتمه خیر، حسن خاتمه نصیب شده. لیکن وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما آدم پرستی نیست و الله پرستی است. وظیفه ما این است که در رو بروی ابو عبیدالله رحمه الله، وظیفه ما این است که ابو عبیدالله رحمه الله بگوییم، توبه کرده وفات کرده بگیم. یک آدمی که در حقیقت حرکت کرد، در حقیقت دعوت کرد، بسیار مسائل فهمونید، اما در باب مسائل اعتقادی مشکلی های زیاد هم داشتن که ولی توبه کردن. اما امروز ما توبه کرده عقیده او را از همین عقیده کفری توبه کردهش ما امروز ناموزیم. او توبه کرد ما میاموزیم، او توبه کرد ما منتشر میکنیم. این کار نباید کنیم، این کار نباید کنیم. اگر خودی همون آدم یا مثل همون آدم پرسید که انا همچنین یک آدمی که از عقیده باطلش توبه کرده برفت گفت، او شاید جوابم دادگی باشند ابو عبیدالله در درسش، زیرا که در اسلام این چنین علمایی که خطا کرده و توبه کرده زیاد است. مثلا ما در شرح اربعون النووی را گفتیم که در پیش از مرگش، 2 هفته پیش از مرگش، عیناً به مانند ابو عبیدالله متوکل، النووی، امام النووی پیش از مرگ 2 هفته پیش کتاب نوشته در باب کلام الله حرف. شیخ عبدالمحسن العباد، عصیمی، عبدالرزاق البدر و سالم المشهور و غیره، این کتاب سندن از نووی ثابت است، میگن که در باب اسماء و صفات و غیره مذهب سلف رو تصدیق میکنه، توبه کرد. چی بگویم ما؟ انا کنون بگیم که امام نووی توبه کرده رفت، گویم معناش اینه که دیگر سخنهای کفریه که در صحیح مسلم وجود دارد شرحش، البته شرح صحیح مسلم، نووی شرح صحیح مسلم رو شرح داده، ما اینو تصدیق نمیکنیم. ما وقتی که یک سخنی خطایی نووی به در شرح صحیح مسلم کرده میگیم که این سخن از نظر منهج کفر است، این درست نیست، ضلالت است. لیکن نووی در آخر العمر انا این کتاب دارد توبه کرد. یا ابو حامد الغزالی، همه علما میگویند از شیخ الاسلام ابن تیمیه سرکرد تا علمای نجد که ابو حامد الغزالی بعد از خودش خیلی یک مذهب غلوی جدیدی حلولی را به وجود آورد. حلول، الله به درون انسان داخل میشد و غیره را به وجود آورد. صوفی ها بعد از این به قبوری مبدل شدند، اشعری و صوفی یک شدند و قبوری شدند. اما خودی ابو حامد الغزالی رو میگن که توبه کرده وفات کرد. ابو الحسن الاشعری، امروز تمام اشعری های عالم که این کفار خودشون رو به ابو الحسن الاشعری نسبت میدن، خودی ابو الحسن الاشعری توبه کرده، 2 کتاب نوشته، کتاب مقالات الاسلامیه و کتاب الیبان من اصول الدیانه، که در اینجا مذهب سلف صالح راجع میدن. اگر چه کمی مشکلات علما میگن هست،
و این چون علما رو اگر ما نقل کنیم 10 نفر دیگر هستند که علما توبه کرده. بارک الله فیکم. اما ما نباید خیلی غلو بدیم. انا چی ما از درس های آوزان رفته است. بله گوش کردم. انا از درس های استاد ابو عبدالله متوکل رحمه الله انا مقصد از درس های عقیدویش مثال انا الورا و برا دیگر مسئله ها مثلا ما علم گرفتن این باید نگیریم ده همین خیر مثلا خطا است همه درس ها عقیدوی است. برای چی براءت بدون تکفیر به وجود نمیاد؟ براءت به گاب زند اخیر با مدت جهل زر از بیاد براءت نابود میشه. براءت در اساس تکفیر است. برادریز چخیل براءت میکنه تکفیر جهل زر باشد؟ تمام فهمم. انا با یک سوال دیگر داشتم درباره استاد عبدالظاهر داعی. شما در یک نوار پیش گفتن که انا با استاد عبدالظاهر داعی انا معروف راسخی بگوید که ما هم از اهل سنت و الجماعت هستیم. انا بود در همون نواری که با استاد ابو عبدالله شما که گفتن در دوام همون گفتن که انا استاد عبدالظاهر داعی انا اهل سنت و الجماعت نیست. به همین چی سبب که مثلا از اهل سنت و الجماعت نیست؟ سخن من این خیل نیست، یا سخن مرا کسی به خودت بریده ارسال کرد یا این خیل نیست. در یگان نکته شاید گفته باشم که در همین مسئله سخنشون موافق اهل سنت نیست و این خیل حادثه به سر هر یک عالم و به سر هر یک طالب علم اومدنش ممکن است که در یکی از مسائل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ همین مسئله را من یک سوال واضح بکنم. جای برادر بسیار یک چیز مهمه ترک کرد، یک چیز مهمه که در اون صحبت شما ترک کرد. یادتان باشد اگر وقتی که سبحان الله معروف راسخ در مسئله عذر بالجهل گپ زد، در مسئله عذری گپ زد، شما وقتی که صحبت کردین در این مسئله و بعداً چند روز بعد گذشته در مسئله عبدالظاهر داعی هم صحبت کردین که ما وقتی که شما اینجا سخن شما همین گونه است، شما فکر نکنین که ما مقصد عبدالظاهر داعی که معروف راسخ گفتیم که مثلا علمای اهل سنت هستند، لیکن شما فراموش نکنید که در مسئله عاذر المشرک عقیدهشون معلوم نیست، از اهل سنت نیستند. در مسئله عاذر المشرک حالا هم عقیدهشون بیان کردگی نیستند. انا قسمت سخن شما انم در مسئله عاذر المشرک بود. این برادرم جای مهمش همینه ترک کردم اینجا. بارک الله. صحبت خیرت واضح کردید برای اینکه برادر صحبتشون واضح نبود. ببینید ما حالا هم میگیم که عبدالظاهر الداعی حفظه الله یکی از علما هستند، از اهل سنت هستند، اما خطاگی دارند. همه خطاگی دارند، در مسائل همه خطاگی دارند. ولی اگر این خطاگی کوچک می بود باعث فتنه جوانهای اهل سنت و موحدین نمیشد، من نمیگفتم. والله اگر ما چقدر خطاگی ها رو میده چوده میبینیم گپ نمیزنیم، این باکی ندارد. میده چوده ها را من باب فتنه نشدن هم گپ نمیزنیم، لیکن این مسئله خطرناک است. یکم مسئله عذر المشرک است، عذر بالجهل و عذر المشرک. اگرچه خود شیخ بگویند که رساله مرا خواندی ابو محمد، چرا نامردی میکنی که بعد از رساله رو خواندن این سخن رو میگی؟ در رساله هم این سخنی بخصوص عذر المشرک عمومی است. امیدواریم که روز از روزها این رساله دقیق برایت، زیرا که اگر همون نوعی که بود برایت، این هیچ عذری های امروزه به او کتاب هیچ ضدیت ندارد. عمومی، سخن عمومی، عذری های امروز سخن عمومی را میگن. یکمی مشکلی شیخ در باب عذر المشرک است. در عذر بالجهل گفتند وقتی که مبشر مسلمی ها رو هلاک شد گفتند که من در این مسئله علم ندارم، به من وقت بدید. 1 سال 2 سال 3 سال 4 5 سال گذشت تو به حال انیق نه. 5 دقیقه 2 دقیقه 10 دقیقه کار حل نمیکرد. این مسئله علمی باید حل شود، در بین برادرهای افغانستان باید حل شود. برای اینکه ما دیده شدیم که برادرهای افغانستان غیر از خودشون بوده، البته همشون نمیگم، اکثری برادرها غیر از همون افغانستان دیگر کسی رو از بیرون قبول نمیکردند.
تاجیک‌ها رو یا که از این طرف اون طرف قبول ندارم. فقط از قهرمان‌های امت از افغانستان قبول میکنم. برای همین مسئولیت عبدالظاهر داعی خیلی وزنین است که باید جواب بده به اون میلیون چند میلیون مسلمانی که است. و نقطه ظاهر شوی فرق بین اهل سنت و اهل بدعت و اینا بسیار امروز امین است. و ثانیا مسئله دوم، مسئله در مسئله بلاد الکفر صحبتایی که کردند، در مسئله بلاد الکفر هجرت به خصوص و در دارالکفر مسلمان هایی که است، اینها این دو مسئله ای که باور بکنید از یک جانب گوش کننده های عبدالظاهر داعی حفظه الله از یک جانب گیجا می رود، از یک جانب همیش بی‌پروا در مسئله عذر المشرک است. حتی کانال رسمی عبدالظاهر داعی که تاجیکی به نظرم اداره میشد، اگر خطا کنم ابو اسماء به من یاری بکنید، من اینقدر کنجکاوی نمیکنم، برادرها به من خبر دادن، در دست شاگردی ابو صهیب آذری، در دست یکی از دشمن سختترین اهل سنت و الجماعت است. کانالی که به زبان تاجیکی و فارسی می شود، در اون کانال درس می شود یا نمی شود، برادرها اگر شود خبر بدید که عبدالظاهر میاد درس میتونه نمیتونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. یک لحظه برادر صحبت تمام کنید. برادر نه استاد درباره همین چیز پرسان شده. بفرمایید. اما کانال عبدالظاهر داعی اکادمی دولتی اسلامی که عبدالظاهر داعی درس میدن، همین روز ما بحث کردم همراه همون غلط کنترل همون کانال در دست شاگرد راسخ است استاد. بله، یکی او گفتن در دستی مثلا اینجا مشکلی وجود داره. خیر اگر در دست راسخ اینو اون باید بوکه ندارد، هیچ بوکه ندارد، اینو خودشون حل میکنن. لیکن یکمی مشکلی چی است؟ از سبب عقیده عبدالظاهر داعی در بالای عذر المشرک واضح نبودن، بسیار جوانهایی که حالا ببینید از افغانستان مسئله عذر المشرک رو پروا نداره، در مسئله عذر المشرک پروا نداره، تفصیلاتش هم نمیداند. یک قسمش غلو کرده خوارجی میرد، یک قسمش جهمیگی رفته میسد، هم چنین است. و این چنین این چیز به بین به جوانهای تاجیکستان که کم تاثیر دارد، لیکن تاثیر هم دارد که ما البته در اینجا این مسئله را راست و درست کرده میستیم. مسئله دوم که عبدالظاهر داعی سبب خوارج شدن بچه‌ها شده و بسیار سخن متشنج خیلی خیلی خطرناک است، مسلمان حقیقی را از مسلمان حکمی جدا نکرده. شاید بعد از این صحبت‌های ما برآیند مسلمان حقیقی حکمی را آموخته گپ زنند، اینها کم کم آموخته گپ زده رفته است. این خیلی نمیشه. تو باید اول آموزی دین را، بعد از این برای دعوت بکنی. خیلی نمیشود که 10 سال اکادمیک این آن باشد، لیکن مسئله ها را بیان نکرده اول آموخته ایستاده باشد. خیر اگر علم نداشته باشه مرحمت و مردم بگید که من در موضوع عقیده گپ نمیزنم، مرحمت. اگر علم داشته باشید مرحمت. چگونه میشود که کسانی که در دارالکفر است عداوتش رو ظاهر نکند؟ اگر عداوت رو ظاهر نکند کافر میشد، دشمنی رو ظاهر نکند کافر میشد. سخن حمد ابن عتیق رو میارند، سخنی که در بیان مسلمان حقیقی است، به مسلمان حکومت و عداوت ظاهر کردنش آیا کدام رتبه و مرتبه ها دارد، اصلش چگونه است و کمالاتش چگونه است، تقسیم نکرده به این تکتیکی، به این طریقه مجمل بگوید. دارالکفر اصلی و دارالکفر تواره را اینقدر تقسیم بکنید که دارالکفر اصلی را حربی کفری و دارالکفر تواری را حربی نو دیگر بگوید. به مانند سخن معروف جاهل. افغانستان تا به حال یگان مراتب نگفت که دارالکفر است. این بود دیگر شد، اما نمیگوید که دارالکفر است. اول اسلام گفته. برای همین چیزها سبب است که عبدالظاهر داعی را ما یک انتقاد علمی کردیم. انتقاد علمی، این نه تکفیر است، این نه یگان
دشنام است. این انتقاد علمی است و این واجبیت ما هست و ما حق داریم که اینو بگوییم. این دین الله است جل جلاله و این یگان دین اوچگی و باباگی نه داعی و نه راسخ و نه مدنی و نه دیگرش است و باید حق گفته شود. تمام دنیا به پایش به دو پایه میخیزد، پاشو دستش که میخیزد، پای با آسمان به سرش میخیزد. ما میگوییم غلاغله بیهوده است. این غلاغله ذره نه به ایمان من نه به منهج من تاثیر نداره، برای که ما دینمون در اساس علم است، در اساس منهج است. ما منهج کتی بودیم، منهج کتی داریم میریم. خیلی نیست که تو به نزدیکی تحریری باشی، از تحریری نو بیایی بعد از 2 روز توبه کنی و شیخ الاسلام و المسلمین و در کدام مسئله باشد گاف زنی. نه، این خیلی نیست. ما به خاطر حمایت دینمون هر یک مسئله رو نظر میکنیم، اما از این نصیحت ما بله ما سخت گاف زدیم، بله ما گفتیم مذبذب هستند، بله نتیجهش رو دیدید. انا یکی از اونها 2 نفر بودن، معروف راسخ رو و عبدالظاهر داعی رو من گفتم مذبذب رو به این معنا که دو جانبه نامعلوم. شما بگید که نه سخن تو 2 جانبت غلط است. حالا گوش بکنید سخن محمد انصاری که افغانی است چی میگه. البته من گوش نکردم، با من برادر ابو عبدالرحمن حفظ الله گفتن. میگه که گفت است که ما با عبدالظاهر داعی پیام فرستادیم، او به ما پیام فرستاد که من به اینها ربط ندارم. یعنی کسانی که محمد انصاری رو تکفیر کردن، عبدالظاهر داعی به محمد انصاری رساله کرده است که من به اون تکفیر کننده ها ربط ندارم. ببینید تکفیر کردن آذری ها به من ربط ندارم. میگه عقیده تکفیر آذری را قبول ندارد. مذبذب است. بار دیگر میگم معروف راسخ مذبذب شدیده. کسی که آذرالمشرک باشد کافر است. محمد وارث منیب چی میگی؟ و یک عالم جید است، شاگردی بسیار دارد، برای همین گپ نمیزنی. تاجیکا چی؟ همیش کافر است، اجدادش همیش ملحد بود. میگه غیر دین فقط در حالت قومگرایی، دینشان در حالت قوم است، تکفیریشان در حالت قوم است، همه جانبش در حالت قومگرایی است. والعیاذ بالله. اگر مذبذب نمی بود معرف راسخ اومده کافر مشرک مسلمان لغوی میگفت. اگر مذبذب نمی بود اومده بله الله سبحانه و تعالی ایمان صحیح نبوده ها رو، کفر به طاغوت نداشته ها رو مسلمان لغوی گفته است. میگفت شما بگویید که ابو محمد مدنی کرامات داشته است، بگویید. ما که پیشتر فهمیده بودیم این از کرامات نه، از علم است. بازی کننده به علم را طالب علم ما میفهمد. ما میفهمیم که اینا چگونه به دین بازی میکنن. غضبم میآید لیکن صبر میکنم. کیها غضبم اومده بود لیکن صبر کردم. صبر لیکن تا جایی که مذبذبی کاری نداریم. در حالت مذبذبی کم کم نصیحت میکنیم، اما وقتی که کفر را آشکار کرد، وقتی که جماعت این زنده شد به مانند غربا، ابوالغریب، محمد سعید افغانی، مذهبی سلفی صالح کفار مسلمان گفتن بود، گفتن کتاب نوشتن، مذهب پیدا کردن. چیکار کنیم ما؟ کی به ما کرده گذران؟ ما در کدام جماعت هستیم که ما باید جماعت پرستی میکردیم و به اون کرده گذرنده ها اطاعت میکرده باشیم و اینها را گپ نزنیم؟ ما در یک مذهب هستیم که اهل سنت در جماعت است. منهجمون قرآن و سنت فهمی سلفین امت است. ذاتی که اطاعتش میکنیم الله رب العالمین است. رسولش که متابعت میکنیم محمد رسول الله است. منهج و فهمی که میگیریم اصحاب رسول الله، تابعین و تبع تابعین است، سلف صالح است. و باقی مانده ها را در اساس همین نظر میکنیم. خطا کرد خطا است، کفر است کفر کرد، کفر کرد کفر است، حق است حق است. رضی من رضی و ابا من ابا. کسی که راضی شد راضی میشود، کسی که سر میکشد و راضی نمیشه راضی نمیشد. راضیگی هیچ کسی به ما لازم نیست. ما امروز دعوت ما برای مشهور شدن خودمان نیست، برای یگان حزبی نو شدن نیست، برای منهج نو شدن نیست. دعوت ما برای تظاهرات جمع کردن، برای میتینگ و تظاهرات کردن، آدم جمع کردن نیست. دعوت ما به سوی لا اله الا الله است، به سوی محمد رسول الله است، به سوی حق است و توحید است، به سوی قرآن و سنت با فهم سلفین امت است. برای همین آمد و رفتن مردم به ما
ربطی نداره. بله رنج میکشی، بله خسته میشوی، بله از رفتن انسان ها، از گمراه شدنش غمگین میشوی که بله مسلمان خرسند نمیشود از گمراه شدن انسان ها. من از گمراه شدن معرف راسخ غمگینم، من درکش دعا میکنم که الله هدایتش کند. لیکن من آدم پرست نیستم که درجه معرف راسخ آبرویم یا بگیم رضاگی معرف راسخ در نزد من اینقدر درجه ندارد که رضاگی الله را من ترک کنم. محبت معرف راسخ برابر محبت الله نیست. معرف راسخ یک انسان است، مسلمان بود کافر شد، چی مشکلی دارد؟ در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم این حادثه ها میشد، یگان جای هیجانش نیست. امروز نامبر میکنند ابو محمد مدنی حاجی میرزا را این تو گفت کفرهای اینها را شمرده میتیم خوبت میپرد. و بعد از این در مسئله عبدالظاهر داعی بله گفته مزبذب به این معنا که نامعلوم رسالهش به محمد انصاری، انا مرحمت محمد انصاری گفت است که به ما عبدالظاهر داعی رسال کرد که ما رابطه به این تکفیری هایی که آذری ها را تکفیر میکنن شما را تکفیر میکنن نداریم. معنی چی است؟ یعنی ما شما را تکفیر نمیکنیم، این منهج ما نیست. گفتنی گپ است. از این طرف برادر موحد به موحد میگن مزبذب بودن یا نبودن، به زبان خودشون آشکار کرده ایستاده است. شما فکر نکنید که من به خاطر آبرو کردم، والله بیزار از آبرو شده. اگر آبرو را میخل جمع میکرده باشم، اینجا گپ درباره حقیقت میرود، گپ درباره فقط رضا شدن الله میرود، گپ درباره زنده کردن منهج رسول الله میرود. و الله دعا میکنیم، طلب میکنیم که الله ما بنده ضعیف هستیم، بنده های کمبودیدار هستیم، بنده های خطاکار هستیم، خطا میکنیم، گناه میکنیم. ما را به یک لحظه چشم میجه زدن به خودمان وا نگذار. ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، حفظمان کن، ثابت قدم در دین نگهمان بدار، حسن خاتمه را نصیب بکن. رضایت مردم را، خوش کردن مردم را به قلب ما جای نکن، محبت دنیا را به قلب ما جای نکن. الله شجاعت و عزت و غیرت و حقگویی را و تنها رضایت خودت را و گفتن حق در اساس قرآن و سنت را به ما نصیب کن. خطا کرده باشیم حق را به ما نشان بده، به حق بازگشتن را نشان بده. یا رب العالمین از این دنیا گمراه رفتنمون را نصیب نکن، ثابت قدم ایستادن با توحید و به حسن خاتمه به نزد رفتن را نصیب میکن. این است مقصد ما و نیت ما. غلو نکنید. اولین کسانی که این بنده ها را احترام میکرد ما هستیم و اینها اگر حق بیان کنند اولین کسانی که احترامشون میکنیم با ما هستیم. اما نباید اهمیت زیاد داد. من به اینها کمی پیشتر اهمیت زیاد میدادم، فکر میکردم که شاید اینها عقیده را ظاهر بکنند خالصانه. چقدر جوانهای افغانستان از این فتنه های، از یک طرف تکفیری های خوارج، از یک طرف جهمی ها خلاص می شود. اما این خواست من است، این یک آرزوی من بود. اراده الله سبحانه و تعالی می شود، نه خواست من نه خواست دیگری. اراده الله چیزی که شود می شود. الله هر چیزی را که خواست همون می شود و ما فقط به اراده و خواست الله راضی هستیم. و انا همون حادثه که شد همین است. اگر ما اراده ما رو میگفتید برادران میدونن، برادران نزدیک ما میدونن که آرزوی ما چی بود. اراده آرزوی ما چی بود. ما آرزو میکردیم که حق اینها بگویند و چقدر مذهب اهل سنت پیش رود. نگفته باشند هیچ باکی ندارد. آمدن اینها نه آمدن اینها، آمدن یا رفتن اینها به من هیچ فرقی ندارد. برای که دعوتی که من کرده ایستادم به فضل کرم الله، برادرهایی که در اینجا هستند از مشایخ کرده ایستادند حفظهم الله، این دعوتی کرده ایستاده ما پیش از اینها هم بود، بعد از اینها هم هست، انشاءالله پیش از ما هم بود و بعد از ما هم میرود. و الله به دعا میکنیم که حسن خاتمه را نصیب بکنه. هرگز در دعوتی کرده ایستاده ما اینها آمده قطعی نبودن که ما غم کشیم. اینها در اول علاقیده بودن تا به حال عقیده‌شون آشکار نکردن. حالا علاقیده رفته ایستادن، هیچ باکی ندارد. در بین مثلا معرف راسخ
کمی بازی کرد، اکتیوری کرد، در آخر الله خار زلیش کرد. همین گپ است. چی مشکلی داره؟ مسلمان لغوی گفته گشت از یهود و نصارا. اهل توحید همه تاجیکستان اهل توحیدش کافر میگه. پدر و مادر شما ملحدین بودن میگه. در اساس ببینید، در اساس غضب، در اساس قهر، چگونه در اساس دفاع نفسش تکفیر میکرد. به خاطر الله و رسول آزری را تکفیر کنید مثل چوجه چنگ کنو میرود. الله هدایتش بکنه این قوم پرستورا. ببینید یک حدیث پیامبر به خاطرم میاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که البته حدیث لفظش ولو از خاطرم برآمد، ترجمهش تخمینا نمیخیل است که طعنه نزن مسلمان ها را به یک چیزی که او مسلمان ندارد. اگر یک مسلمان را مؤمن را اذیت دادی، طعنه زدی به یک چیزی که او ندارد، به سر خودت میآید. تو نمیمیری میگن رسول الله، تو نمیمیری مگرم این که پیش از مردت طعنه کرده ات اول میبینی. طعنه نکنید برادر عزیز، ترسید. معرف راسخ در حق ما خیلی ظلم کرده، در همون مسئله کراکوسیت خیلی طعنه ها زده بود. ابو محمد مدنی قومگرا گفته تکفیر کرده بود، ابو محمد مدنی اتحاد گفته تکفیر کرده بود. مرحمت قومگراگی معلوم شد کی بود است، اتحادی کی بودنش معلوم شد. شرک کفر به یهود و نصارای مسلمان لغوی گفته گشت است. از این زیاد دیده بود دیگر اتحاد میشد. یهود نصارا بگوید که بله تو یهودی، تو نصارایی، تو دینت دیگه. تو یک مسلمان لغوی، ما مسلمانی حقیقی، تو لیکن یک مسلمانی که از این جانب آن جانب معرف راسخ میگه، پیشانی معرف راسخ 10 تا موچی میکنه. قندت زن میگه امام بیت ابراهیمیه که در امارات است همون به برده امام میکنه. مسلمان حقیقی معرف راسخ، از عقبش مقتدی ها مسلمان های لغوی. چی دیوانگی است؟ انا این اتحاد گوید ما را در سخنهای شرعی آمدن دیوانگی کردن. قومگراها وقتی که طعنه ظالمانه زدن، طعنهشون 2 ماه نگذشت به سرشون زد. وقتی که تکفیر ظالمانه بر دروغ افراطی کردن، به سر خودشون تکفیر حقیقی آمد. من که نکردم، خودشون به دهان خودشون هر باره که میگن آهی گفتهشون خطا است، کفر میبرد. الله المستعان، الله المستعان. پناه میبریم به الله. برای من از مشایخ اولا به خودم نصیحت میکنم، بعد از این به طالب علمایی که اینجا هستن مشایخ نصیحت میکنم که برادر از ظلم کار نگیرید. همیشه اول به خوبی، به آرامی، همچون یک مسلمان به یک برادر مسلمان معامله کرده، نصیحت کرده میشه. وقتی که قبول نکرد بعد از این بله جای شدت است. اینا باید دانه جای شدت نباید شدت باشه. جای رحم ملایم در رحم ملایمی است. بارک الله فیکم. لیکن امروز وقتی خرسندی اهل بدعت است، کسانی که تفریقه امت را دیده خرسند شدن را انتظار تفریقه بودند، کسانی که خیلی هم میخواستند که خرسند شوند، بسم الله دیده سودیت که خنده و خرسندی و بازی و اینا فکر میکنن که شاید همین به ما تاثیر کنه. به شخصی من هیچ تاثیری نداره. میخندید امروز، میخندیم روز دیگر. این دین امین است که ابن القیم الجوزی گفتند یوم لنا و یوم علیه. یک روز ما پیش میرویم، یک روز آنها. این حکمت دارد. همیشه گفتند یک طرفه نیست، 2 جانب دارد. الحمدلله. مهم ثبات است. مهم ثبات، الثبات. عقیده فهمیدی، علم ثابت باش. من در حیرت میمونم کسانی که یک چند سال خودش موحد میگه، یک شب بادچه، یک بادی نازک شبهات به مشامشان میرسد، میبینی مثل مجنون عقلهای خود را از دست دادند، به شبهه گرفتار شدند و روانه هستند به سوی کفر شرک. والعیاذ بالله. میبینم، میترسم که روزی از روزها منم بناگاه همچنین نشوم. چی روزی مصیبت است. عقلای خود از دست میده، دینه که از دست دادن، عقل از دست میده. فتنه عقل انسان را سختتر از شراب میبرد. خیلی که سلف صالح گفت فتنه خطرناک است. منمنی نکنید. ما امروز منمنی را از بعضی برادرها هم میبینیم، از بعضی خواهرها هم میبینیم. از الله بترسین. عاقبت منمنی کبر خطرناک است. اگر بگوید که ابو محمد مدنی تو خودت منمنی میکنی، تو خودت دلیل های آورده، این باطل، این حق گفته میری، این منمنی نیست. این سخن کردن در اساس قرآن و سنت و فهم سلف است. این منمنی نیست.
این مذهب اهل سنت و مذهب سلف صالح و مذهب من است که پیروی از سلف میکنه. این منمنی نیست، این یقین است که باید هر یک فرد مسلمان به قرآن و سنت فهم سلف در اساس علم یقین، در اساس علم یقینانه گپ زند، نه در اساس شک. کسی که به سخنش یقین ندارد شک دارد، کسی که نمیفهمد جاهل است. این سخنی که ما انیق و دقیق میگیم، حق حق باطل باطل میگیم، این کبر نیست، این منهج است، این علم است، این مسئولیت است، این وظیفه ما است. ملایم خنکانه منافقانه مسئله رو نه حق نه باطل جدا کردن، این از منهج پیامبر نیست. منهج پیامبر مثلا فاستع بما تؤمر نگو، قولوا قولا سديدا نبو، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نبو، نظر کنید. فاصدع بما تؤمر نظر بکنید، و قولوا قولا سديدا را تفسیرش نظر بکنید. قول دعوتگر باید سدید باشد، جدا کننده حق و باطل باشد، جدا کننده بین توحید و شرک باشد و بین کفر ایمان باشد. دعوتی که همچنین نیست، این دعوت نیست، این از منهج رسول الله نیست. دعوت ساخته که کدام خودش است. و این چنین جدا کردن حق و باطل این کبر نیست، این عبادت است. این کبر نیست، این اطاعت است. این کبر نیست، این منهج رسول الله و انبیاء و رسول است. این کبر نیست، این ملت ابراهیم است. این کبر نیست، این یقین است. این کبر نیست، این علم است و منهج سلف صالح است. این کبر نیست، این امر الله است. رضایت الله در اینجا است. کبر این بطر الحق و غمت الناس، حق قبول نکردن کبر است. نظر ناگیری کردن موحدین این کبر است. برای همین فرق گذارید. ما امروز میبینیم که کی متکبر است. مشرکین متکبرند، عازری ها متکبرند که خوب است و منهج سلف قبول ندارد. نه علم دارد که بحث مناظره علمی کند و نه منهج دارد. کبر یک آدمی که در هیچ جا نخونده، علم نخونده، هیچ چیز ندارد، میآید طالب علم اهل سنت و الجماعت را تحقیر میکنه، تنقید میکنه. روسی را داند، روسی را نمیداند. حالا یک چند خواهرهای موحده ما در این فتنه انا همچنین مسئله ها واقع شدند، میخواهند مرا در زبان روسی سنجش بکنند. میگن که ابو محمد مدنی صحبت کرده نمیتواند، درساش هیچ از گوش نمیکند. آخر ای خواهر بیچاره، ای مسکین، به تو چی لازم است این گپا؟ به تو مسکینه چی لازم است این گپا؟ رو تو بدین خودت مشغول شو. هیچ کسی نمان که بیای تحقیر را از ما شروع بکن. واپراس هم به ما میدین. نمیدونم برای سنجیدن است، برای فتنه است. خیلی واپراس‌های روسی هم اومده است. رو میبینیم که اینجا گفته است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Шейх, у меня есть несколько вопросов. Вам несколько вопросов вам. Ответьте, пожалуйста. Инжа в этом вы написали некоторые проблемы есть, да? В грамматике русском языке. У Мусама. У меня есть несколько вопросов вам. Есть в этом месте, вот это как называется по-таджикски, мы говорим вергуль, да? Перед вам или после вам. Вы посмотрите грамматику русского языка, после этого поставьте на месте вот это все. Напишите, пожалуйста, по-грамматично. Ответьте, пожалуйста. Брат, моя мама и братья не соблюдают религию, не читают намаз. Раньше они враждовали с религией, запрещали мне носить хиджаб, а сейчас, альхамдулилля, не запрещают хиджаб, но запрещают изучать религию. Всегда ссоры, орет, иногда бьет. Но хорошие стороны тоже есть, во всем другом не ругаются. Покупают разные вещи, дают деньги и туда-сюда. А в религии они недовольны мной. Они намаз не читают, я так хочу ехать от них, потому что очень запуталась. Но они не дают мне замуж без их разрешения. Без их разрешения, да. Я не могу выходить замуж, да, как мне поступить? Как мне поступить? Они наносят
Они нацисты, таджиков не любят, но мне пришел брат Мувахид посвятиться, он таджик. Посвятаться он таджик. Посвятаться не хост говорил, он таджик. Это брат таджик, который хочет посвятиться ко мне, он ваш ученик, его зовут Салех. Вы знаете его? Это вопрос. Нет, я не знаю его. Каждый, кто говорят, что я ученик Абу Мухаммада, и откуда его знаю? Здесь сотни людей, может быть, тысячи людей слушают, альхамдулилля. И пусть Аллах Субхану ва Тааля еще делает так, что еще лучше, еще многие люди еще больше слышали. Но это Салех, который сестра говорит, я не знаю. Баракаллаху фи. И про него говорят, что он очень фанатичный. Хочет на джихад, хочет убить всех кафиров. Это фитна. Это вопрос называется фитна. Это вопрос, который эта сестра Уму Усама меня вот отправили. Это называется фитном, открытым фитна. Мы всегда, каждом в своем уроке насчет этой темы разговариваем. Как без стыда вот такого написать, да? Это ваш ученик или нет, он говорят фанатично. Это неуважение к нашим давам. И это фитна. Большим буквом это фитна. Субханаллах. И дальше еще много говорят. Он хочет куда-то ехать, туда-сюда. А насчет этого все братья знают, что мы думаем. Каждый день у нас есть такие вопросы, такие ответы. Ну что хотят этим вопросом, что хотят эти, вот, не знаю, сестры, что хотят, если не фитна? Если они не джахили, что хотят еще? Просто дуа делаем, пусть Аллах Субхану ва Тааля, хадах Аллах. بفرمایید.